قلعه‌ای که پشت سر من داری می‌بینی چند صد سال قبل از ساختنش چیزی جز 2 تا دیوار نبود که اون 2 تا دیوار هم برای محافظت از شهر درستن ساخته شده بود. اما بعد از قدرت گرفتن آگوست کبیر تو اوایل قرن 18 آگوست دستور داد که جای اون 2 تا دیوار یه همچین قلعه‌ای بسازن. اسم اون قلعه در نهایت شد سوینگا. چرا؟ چون که سوینگا به معنی فضای خالی بین دیوار خروجی شهر و اون خندق جلوی دیواره. با همه این تفاسیر بریم یه نگاهی به داخل قلعه بندازیم. همونجور که بهت گفتم درستن تو جنگ جهانی دوم با خاک یکسان شد و این قلعه هم از این قاعده مستثنا نیست. معماری هم که الان داری میبینی معماریه که برگرفته از سبک باروکه. باروک سبکی بود که توی قرون وسطا توی سراسر اروپا و به خصوص توی درستن حسابی رونق پیدا کرد. سبک باروک هم که داشتم در موردش باهات حرف می‌زدم الان میتونی کاملا ببینیش. اون سردیسا و اون نمادهای اساطیری که واسهشون مهم بوده رو تک تک توی معماری این قلعه استفاده کردن و کاملا مشهوده. الان هم اگر بچرخی و اینور رو نگاه کنی حیات جلوی قلعه رو میبینی که هنوزه در حال بازسازیه، ولی میل دارن یه جوری بازسازیش کنن که دقیقاً به سبک همون باروک قرون وسطا باشه، مبادا یه وقت بافت شهر تغییر نکنه. خب اینجا هم سعدیه درستنه. اگر الان تو حوضو بری نگاه کنی نمیدونم فلسفه‌اش چیه ولی پر سکه است. برو یه نگاه بکن. خب الانم با من بیا بریم یه سری به باغ قلعه بزنیم. الان از پله‌ها اومدیم بالا به قسمت باغ قلعه رسیدیم. آگوست کبیر چون که علاقه خیلی زیادی به مرکبات داشت، حجم خیلی زیادی توی این قلعه درخت مرکبات کاشت. به خاطر همین به اینجا علاوه بر سوینگا نارنجستان هم میگن. حالا بریم یه دوری تو باغ بخوریم ببینیم اوضاع چطوره.
این ساختمانی هم که الان پشت سر من میبینی به عنوان موزه و گالری تصاویر ازش استفاده میشه که تو گالری تصاویرش فقط حدود 750 تا نقاشی هست و توی موزهش هم تعداد زیادی ظروف چینیه که اون ظروف چینی هم طبیعتاً برگرفته از همون سبک باروکه. ساختمانی که الان داری پشت سر من میبینی کلیسای اصلی شهر درستنه و اون نمایی که داری اونجا میبینی ورودی اصلی کلیسای شهر درستنه. اما الان با اون هیچ کاری نداریم. اگر بچرخی و اینور رو ببینی اینجا سالن اصلی اپرای درستنه. بریم تا در موردش بیشتر با هم حرف بزنیم. اینجا سمپا اوپا یا به انگلیسی سمپا اپراه. اینجا تو اوایل قرن 17 ساخته شد اما اوایل قرن 19 تئاتر سلطنتی تو درستن شکل گرفت. برای همین احساس نیاز به یک سالن تئاتر به شدت بالا رفت. به خاطر همین اواسط قرن 19 این ساختمون به شکلی که الان داری میبینی بازسازی شد. جالبه بدونی که 10 سال بعد از اینکه بازسازی شد قسمت زیادیش تو آتیش سوخت، اما از اونجا که دیگه درستن به یک قطب اصلی اپرا تو اروپا تبدیل شده بود نمیشد که بدون سالن اپرا باشه. به خاطر همین خیلی طول نکشید که دوباره بازسازیش کردن و به این شکوهی که میبینی دوباره برگشت. اینم باید بهت بگم که درستن سالانه حدود 4.5 میلیون توریست داره که این نقطه یکی از اصلی ترین جاهاییه که سالانه ازش بازدید میکنن. یه نما هم از ورودی ساختمون بهت نشون بدم. اون بالا هم نقاشی‌هایی هست که بازم مربوط به همون معماری باروک و یه مقداری هم توامان با مسیحیت. ساختمونی که الان پشت سر من می‌بینی همونجوری که بهت گفتم کلیسای اصلی درستنه. جالبه بدونی که این کلیسا قرن 18 ساخته شد اما تا 2 قرن بعد کلیسای اصلی درستن نبود. این کلیسا الان بزرگترین کلیسا تو استان خودشه و علاوه بر اون یه سری برنامه هم برای توریستایی که از اینجا دیدن میکنن میذاره و موضوع اون برنامه ها عموما در مورد داستان‌هاییه که تا الان به این کلیسا گذشته. دیواری که الان داری پشت سر من میبینی دیوار جانبی ورودی اصلی کلیساست. همونجور که میبینی یه سری مجسمه روی این دیوار هست که این مجسمه‌ها توی فرهنگ درستن مجسمه‌های مقدسی هستند. بریم یه نگاه به دیوار بندازیم بعدش بریم ورودی کلیسا رو از روبرو ببینیم.